برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان عزیز و ارجمند و شنوندگان گرامی رادیوی پیام. برنامه تحلیلی دیدگاه است و من شوکت محمد امروز با شما درباره به استعفا رفتن رئیس جمهور قرقیزستان سооронбей ژینبеков و فرهنگ به استعفا روی، همچنین نبودن این فرهنگ در تاجیکستان و عامل‌های آن صحبت میکنیم. رئیس جمهور قرقیزستان سооронбей ژینبеков همگی پس از 10 روز شروع اعتراضها علیهش استعفا داد. با این عملکردش رئیس جمهور قرقیزستان کشورش را با گمان غالب از خونریزی و شاید حتی از جنگ شهروندی نجات داد. از کلیدی ترین جمله های آمده در بیانیه اظهاراتی رئیس جمهور قرقیزستان هم این است که گفت نیروهای نظامی برای حمایت از اداره های دولتی مجبورند به سمت تظاهرگران تیر خالی کنند. در این صورت خون خواهد ریخت که قابل قبول نیست. من از هر دو جانب دعوت میکنم به فتنه دادن نشوند. ژینبکov در این بیانیه‌اش نه تنها از مردم دعوت کرد که به مبادا قدم فراتر از اعتراضات مسالمت‌آمیز بردارند، بلکه از نیروهای نظامی نیز خواست به هیچ وجه به سمت مردم تیر نکشایند. سооронбей ژینبکov گفت برای پیشگیری از چنین تصادفی از منصبش استعفا می‌دهد. او گفت من به کرسی چنگ نزدم. نمیخواهم در تاریخ قرقیزستان همچون رئیس جمهوری که خون مردمش را ریخته است و به سمت شهروندان خودش تیر انداخته است باقی بمانم. قبل از این سооронбей ژینبکov باز هم به خاطر همین پیشگیری از خونریزی و شروع نزاع خونبار در کشورش نامزد مخالفانش صادر جباروف را به کرسی سروزیری تصدیق کرد. ولی چون تصدیق حکومت نو از سوی رئیس جمهور نیز وضع را معتدل نکرد و تظاهرگران استعفای بی تأخیری ژینبکov را طلب داشتند، او صلاحیت های رئیس جمهوری را از دوشش رها نمود. سپس از سروزیری تازه تعیین صادر جباروف دعوت کرد که این طرفدارانش را باز پس گرداند و زندگی پایتختی ها را ناآرام نسازد. چی حرف های قهرمانانه ای؟ هر رئیس جمهور از عهده گفتن این گپ ها نمی براید. از نفس خودش گذر کرده. استعفای رئیس جمهور امری است که در تاجیکستان حتی تصورش در سر مردم جای نمیگیرد. بحث استعفای امامعلی رحمانی ما تنها در رسانه ها و بین فعالان در خارج بوده تاجیکی مطرح می شود. در داخل این موضوع خیلی احتیاطکارانه است و کمترین دعوت یا اشاره به آن می تواند برای صاحبش مصیبت بار تمام شود. اما نبودن فکر استعفا تنها با رئیس جمهور تمام نمی شود. در تاجیکستان ما می توان گفت اصلا فرهنگ استعفا وجود ندارد و تا امروز حتی گفتن ممکن دیده نشده است که نه تنها وزیر کبیر، حتی رئیس ناحیه یا رئیس جماعت اختیاراً به استعفا رفته باشد. سیاستمدار تاجیک شاکرجان حکیموف، پروفسور دکتری علوم حقوق شناسی، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید استعفا همچون پدیده در جامعه پذیرفته شده است که سطح بلند فرهنگ سیاسی و دانش حقوقی دارد و استعفا همچون مفهوم این از آزاد کردن از منصب یا سبکدوش کردن از کار تفاوت دارد. این شخصی که به استعفا میرد
احتمالیت بازگشتنش به منصب هست در سطح معین یا خود به همون وظیفه. و چون سطح فرهنگ سیاسی بلند است و در رابطه به اشغال وظیفه و وکالت و صلاحیت‌هاش برنامه هایی که قبلا اعلان شده است یا عملی نمیشن یا مانعه ها ایجاد میشد یا در زمینه برخورد منفعت ها با پارلمان یا دیگر نهادهای دولتی و با این راه و جامعه یا اجتماع نشان میدهد که من گفتم ولی برخلاف رأی من و اراده من احتمالیت تطبیق اون نقطه وجود ندارد و از این خاطر من استعفا میدهم. در ما این چیز نیست و قرقیزستان است. به بخت ملت قرقیز سالهای اول زمان شوروی رهبر این دولت در پرزیدنت اکادمی علم ها که نماینده فهم دقیق بود رئیس جمهور انتخاب شد و خیلی کارها را به انجام رسانید تا که ترس و هراس را از وجود ملتش برورد و جهت ملت کامل و تشکل آن طریق تشکل جامعه شهروندی و به وجود آوردن شرایط مساعد جهت تأسیس حزب‌ها و همچنین بودن رقابت سالم در مناسبت‌های اقتصادی کارهای نظررس را به انجام رسانید و همین روحیه آزادی‌خواهی از اینجا منشأ می‌گیرد و تا امروز نیز است و در نتیجه هر باره که از جانب سطح گوناگون دولت‌داری ریاست جمهور پارلمان کشور و دیگر نهادها ملتش بی‌عدالت احساس کرد جامعه شهروندی متشکل می شود و طریق استفاده از نهادهای فضای اطلاعاتی به تشکل افکار جمعیتی تاثیر می‌گذارد و به هدف می‌رسد. گذشته از این چون در قرقیزها نسبتاً صنف میانه در مقایسه از تاجیکستان بیشتر است، اونها می‌دانند که اگر استعفا رفتن از نهاد دولتی می‌توانند استعداد و قابلیت خود را جامعه شهروندی یا دیگر ساختارهای اقتصادی که با دولت ارتباط ندارد کار کنند و منبع زندگی داشته باشند. افسوس که در تاجیکستان این چیز نیست و هر صاحب کار موفق یا در زمینه مناسبت‌های کورپسیونی یا خانوادگی یا دیگر رابطه ها با منصبداران سطح‌های گوناگون دارایی خود تشکل داده است و از این خاطر چطوری که تجربه سیاسی نشان می‌دهد اگر یک شخصیت باعث نگرانی رهبر شد و نه تنها در نهادهای دولتی اینچنین عموما در کارخانه‌های بودجه‌ای کار کردن نمی‌تواند و از همکاری با این گونه شخصیت‌ها وابسته به مفاهیم شهروند داشتنش و از عدالت پیگیری کردنش تا حتی سازمان‌های غیر دولتی و دیگر صاحبکاران نیز خودداری می‌کنند و این برای تاجیکستان فاجعه ملت است. شاه نعیمی کریم معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این نظر است که از سبب‌های اصلی شکل نگرفتن فرهنگ استعفا در کشور خرید فروشی بودن منصب‌ها و اختیار استعفا نداشتن منصبداران است. در تاجیکستان چرا فرهنگ استعفا وجود ندارد؟ سببش رو من در دو علت برای شما بتوانم بیان بکنم. یکمش این که در تاجیکستان تمام منصب‌ها خریده و فروخته می‌شود. سبب دومش این که منصب در تاجیکستان سرمایه درآمدشدگی است. یادم از سال 2012 ما طویلدر سفر داشتیم. همون شب روز طویلدر 12,000 اهالی داشت و منصب رئیسی ناحیه هم $60,000 نقد داشت و خودی همون شب روز ناحیه باختر ولایت ختلان $200,000 نقد داشت. میدونید همین حکومت داران ما یعنی همین ویرخوشکه نرخ یک منطقه را از روی تعداد اهالی و
درآمدی منطقه معین میکنند و اون شخصی که منصب خرید مسئولیت قبول میکنه، خوبترش به همون مسئولیت او را تعیین میکنند، یعنی او را مردم از جانب مردم انتخاب شدگی نیست، اون دیگه هیچ وقت گپی مردم هم نمیگیره و در نزد مردم هم گزارشگر نیست. خیلی که میخواه همه خیلی رفتار کرده میگیره، بعد تاجیکستان هم میبره و به کشورهای خفا مانده ترین افریقایی میرسونه. من تا حال ندیدم یگان منصب داره تا حتی یک رئیس محله را که ای پیش خودش استعفا داده باشه، مگر در یک حالت، اون حالتی که به خانواده معقول نشد برای دل جنایتی باز میکنن و میرود کنج زندان. در غیر صورت اگر او با خانواده معقول شد با یک منصب روغنی تر و با پولی و با نرخ گرانتر میدینده شو، دیگه فرق نیست که او متخصص کدام ساحه است، نگرانش کار پیش بر تمام. ببینید امروز در همسایه کشوری ما و شما چی میگذرد. رئیس جمهوری قرقیزستان محترم باید او را گفت جینبکوف استعفا داد و استعفای خودش هم امروز بیان کرد. علت چه سببش گفت. برای چی؟ برای که گفت کشور ما در یک حالت جنگی قرار دارد، در یک طرف مردم قرار دارند که طلب و درخواست‌های خودشون دارند و در یک طرف دیگر کسانی که در بگیم سیستم قدرتی قرار دارند، در دست اونها سلاح است و مسئولیت اونها دفاع کردن از حکومت، از پرزیدنت است. ولی جینبکوف گفت که من استعفا میدم، من نمیخوام که در بین ملت من درگیری شود و فردا مرا همچون به حیث یک پرزیدنتی ملت کش یاد کنند. استعفاش داد رفت. و در ما برعکس است. ما یک کماندیر داشتیم از فرانت خلقی، خدا رحمتش کند، به اسمی سراب قاسموف یاد میشد. سراب قاسموف از زیردستان امام علی رحمان بود. همون آدم، همون نفر، خدا رحمت کند، همون نفر در ازیا پلوس مقاله نویست. در همونجا یادم هست نویستگی بود که سرمقالش این بود: یا ژیلشتو ستریلا پروتی سویخ. یعنی اون همین قدری بیان کرد که پشیمان است که برای چی طرف برادر خودم تیر خولی کردم. بعد یک هفته، رأسا یک هفته، جنازه سراب قاسموف خوانده شد. این از فرهنگی امام علی رحمان. امام علی رحمان 28 سال شد با نمی چنگالاش با دنداناش حکومت قبیلگی و شعارم دارد. جنبه گفت که من نمیخوام که ملت من کشته شود، ولی رحمانوف چی؟ رحمانوف گفت که من با خون آمدم، با خون میروم. دیگر خطان قضاوت کردید جای جنبکوف در کجاست و جای رحمانوف در کجاست. وقتی منصب خریده می شود هدف گرفتن درآمد است و منصبدار کرسیش را به منبع درآمد تبدیل می دهد. پس چگونه نفر می تواند از منبع درآمدش دست کشد؟ از طرف دیگر نه تنها تعیین منصبداران بلکه از کار رفتنشان هم در اختیار خودشان نیست. آنها حق ندارند بدون اجازه بالا، بدون فروشنده منصب و استعفا روند. در این مسئله چند عامل را میخواهم در اینجا بیان کنم. اولا اینکه در هر کشوری که فرهنگی خدمت کردن به مردم، خدمت به وطن، خدمت به جامعه وجود داشته باشه، البته در اون جامعه فرهنگ استعفا هم وجود دارد. زیرا کسانی که به خاطر خدمت به مردم، خدمت به کشور
صاحب منصب می شوند یا وظیفه دار می شوند، البته وقتی می بینند که به مردم خدمت رسانده نمیتونن، به طرز درست وظیفهشون اجرا کرده نمیتونن، استعفا میدهند. اما متاسفانه در تاجیکستان ما و شما این فرهنگ وجود ندارد، زیرا صاحب منصبان ما، وظیفه داران ما و شما وظیفه را نه برای خدمت به مردم و به کشور، بلکه برای خدمت در درون ناخنک برای پیشوای خودشان صاحب شدند. این عامل یکم بود. عامل دوم، شما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری و در کشورهایی که ظلم و ستم و استبدادی است، اکثر منصبدارها وظیفه را میخرند. از جمله در تاجیکستان شما تصور کنید که وزیر یا رئیس یک اداره با دادن پاره به مقدار $10,000 یا $100,000 یک وظیفه رو، یک مسئولیت رو، یک اداره رو مسئولیتش رو میخرد و موظف میشود، دیگر اون بیچاره مجبور است که در طول وظیفه داریش 4 سال باشد، 5 سال باشد یا زیادتر باشد، دیگر هر گونه تحقیر و تنقید و گپ‌های نادرست را چه از مردم یا چه از پیشواشان بشنوند و اما سرخم کرده اون پول پاره دادگیشان را بالاخره جمع کنند. و متاسفانه در کشور ما و شما همین است که وظیفه ها خریده می شود. وقتی که وظیفه خریده می شود، این وزیری که وظیفه رو خریده است یا این منصبداری که با دادن پاره خیلی هم بزرگ که $10,000 یا $100,000 رو در بر می گیرد، دیگه مجبور است که این پول داده اش رو بر بگرداند. دیگه طبیعی است که هیچگاه تا این پول رو بر نگرداند استعفا نمیدهد. مسئله سیوم یا عامل سیوم که اینش فکر میکنم که خیلی مهم است، اصلا اجازت ندارند که استعفا بدهند. حقی شما تصور کنید که در چنین کشورهای دیکتاتوری از جمله تاجیکستان این منصبدارای ما و شما حتی حق استعفا دادن را هم ندارند. این حق هم از اونها ستانده شده است. اگر رفت تو وجدانشان به اونها فشار بیارد و بخواهند استعفا بدهند، نمیتونند. در همین حال مخالفان کشور بلاروس هم 2 روز قبل برای رئیس جمهور این کشور که مثل کنه به کرسیش چسبیده است و به هیچ وجه آن را رها کردنی نیست، 13 روز فرصت دادند. سویتلانا تیخانوفسکیا رقیب لوکاشنکو در انتخابات که طرفدارانش میگویند نکم از 60% رای آورده است، گفت که در صورت به استعفا نرفتنی لوکاشنکو تمام مردم به کوچه ها خواهد ریخت و راه ها بسته و کارخانه ها قطع فعالیت میکنند. الکساندر لوکاشنکو هم مثل جیمبکوف 2 انتخاب دارد: یا به سمت مردم تیرکو شاید و جنگ شهروندی را شروع کند و کشورش را به خون کشد، یا بالاخره به استعفا رفته مردمش را از بدی خود نجات دهد. تقدیر آینده یک کشور اروپایی به تصمیم یک دیکتاتور بستگی دارد. حالا میبینیم چی میشود. اما مردم تاجیکستان از آغاز شروع تظاهرات در مینسک سپس در بشکک با دقت تمام آن را نظاره و بالایش بحث میکنند. پیگیری این بحث ها نشان میدهد که اکثریت کل مردم، حداقل کاربران شبکه های اجتماعی، به این امیدند که بالاخره تظاهرات با طلب استعفای امامعلی رحمان در تاجیکستان نیز شروع خواهد شد. تنها گروهی بسیار کوچکی که قبلا هم در طرفداری از رژیم امامعلی رحمان فعال بودند و اکثری آنها را اعضای فابریکه جواب میخوانند، علیه اعتراض ها در مینسک و بشکک صدا بلند میکنند و به مردم این 2 کشور میتازند و میگویند که این مردم این 2 کشور کار بدی کرده ایستاده‌اند.
یعنی بر ضد پرزیدنت که خواستن این کار خوب نیست. با اینکه روز پای اعتراضات به تاجیکستان هم میرسد و مردم به کوچه ها خواهد رخت، دیگر کسی شبهه ندارد دوستان، دیگر شبهه نیست. مسئله تنها وقت آن است که کی فرا میرسد. 1 ماه، بعد از 1 ماه، 1 سال یا چند سال دیگر. چون این جنابشان که رفتنی نیست، نه انتخابات را قبول دارد، نه مردم ملت را قبول دارد، کسی را قبول ندارد. خود شاه تابش وزیر، حتی وزیر ندارد. این وزیرها همشان روبوتند. شاه هم خودش، وزیر هم خودش، کبیر هم خودش، همهش خودش. حتی میتوان گفت رئیس جماعت دهات دوردستترین دهه کشور هم همین خودش امام علی رحمان است دیگر. یگان چیز از رئیس جماعت خواهش کرده بینید، جواب نمیتید، اول بالا رو پرسم میگه. با عادی ترین چیز بالای خودش میپرسد، او بالا ولایت میپرسد، ولایت جنابش میپرسد، بعد همین خیل جواب میباید. اما اینجا یک چیز را بگویم، واکنش امام علی رحمان با اعتراض مردم چگونه خواهد بود؟ اگر رفت مردم اعتراض کردند در تاجیکستان، تظاهرات برپا شد، امام علی رحمان چیکار میکند؟ چگونه به این برخورد میکند؟ به این سوال تماشابینان گرامی، خود امام علی رحمان چند سال قبل ضمناً پاسخ داده بود. او گفته بود که با خون آمدیم، با خون میرویم. این تمام شهروندان تاجیکستان این ضرب المثل امام علی رحمان را میداند. ولی از آن زمان قریب 20 سال گذشت و امکان دارد حالا نظرش تغییر کرده باشد. برای این باید به واکنش‌هایش به اعتراض‌های کوچک یا تهدید اعتراض‌ها نگریست. یکی از آخرین واکنش‌های رئیس جمهوری تاجیکستان به امکان اعتراض به 5 سال قبل برمیگردد. زبانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نتیجه انتخابات پارلمانی را قبول نکرد و در تالاری که نمایندگان حزب از گوشه و کنار کشور جمع شده بودند، صداهای دعوت به تظاهرات بلند شدند. طبق گفته محی الدین کبیری رئیس این حزب، وقت این گونه دعوت‌ها صدا دادند، به او حاجی حلیم نظرزاده معاون وقت وزیر دفاع زنگ میزند و آگاه میکند که اداره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با 4 حلقه پیچانیده شده است و فرمان شده است که در صورتی به تظاهرات برآمدن اعضای حزب به سمتشان آتش کشاده شود. همین زنگ معاون وزیر باعث می شود رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مردم را آرام سازد و تظاهرات صورت نگیرد. یا تظاهرات شهر خاروخ که رژیم بلا فاصله به آنجا ارتش و تانک و توپ فرستاد و مردم را کشت. بار دوم پیش راه خونریزی را تنها هوشیاری و کمپینی خوب را راه اندازی کردن مردم بدخشان گرفت. اما واکنش رژیم به یک تظاهرات کوچکی که امسال در ناحیه خراسان رخ داد، تمام شرکت کنندگان آن بازداشت و بازپرسی شده 5 نفرشان به دوشنبه برده شدند و تا هنوز هیچ خبری درباره آنها وجود ندارد یا حداقل رسانه‌ای نشده است. یکی دیگر از مثال واکنش مقامات تاجیکستان این برخورد آنها با فعالان در خارج بوده است که به مردم را علنا با اشاره به بیدارشوی و تظاهرات دعوت میکنند. آنها را در پایگرد قرار میدهند، خانواده هایشان را پیوسته فشار میآورند و تهمت های گوش‌ناشنیده علیهشان دستکاری میکنند. نمودهای واکنش مقامات به کمترین صدای اعتراضی زیادند که با همین 3 مثال اکتفا میکنیم. با در نظر داشت همین 3 مثال، آیا می شود گفت که در صورت شروع اعتراض ها امام علی رحمان دست به کشتار دوباره مردمش خواهد زد؟ همچنان که 28 سال قبل
با تانک و توپ بیگانه وارد پایتخت کشور شد و خونی هزاران نفر را ریخت. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در صورت شروع اعتراضات گسترده امامعلی رحمان بلا فاصله فرار خواهد کرد. در یک برآمد آخرش گفت که دیکتاتورها نهایت ترسانچک می شوند و امامعلی رحمانوف یکی از همین دیکتاتور هاست. همین که مردم به پا خیست، همان لحظه امامعلی رحمان با فرزندان و نبیره‌هایش با تیاره آماده اش رو به گریز می نهد. حالا خیلی از نشانه های در تاجیکستان هم به میان آمدن دیگرگونی دیده می شود. فکر می کنم تختی آهنینی فرعون ما هم به لرزه در آمده است. شاید دیر نمی پاییم. الله دانست. اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. برای پیگیری بیشتر از برنامه های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما آبونه شوید. کسانی که این برنامه ما را از شبکه ماهواره‌ای تی پلوس تماشا می‌کنید لطفاً نظرهایتان را توسط پیام فرستک‌های تلگرام، ایما، واتساپ و وایبر به رقم 49 15 16 46 15 947 فرستید. در پناه الله باشید. خیر تا روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net